سلام دوستان، وقتون بخیر. با ماه‌ها، روزهای هفته و فصلها به زبان ترکی در خدمتتون هستم. بریم که یاد بگیریم. قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما همراه ما باشید که در ادامه با کلی مطالب مفید در خدمتتون خواهیم بود. ابتدا بریم سراغ ماه‌ها. ماه‌ها به زبان ترکی. خب ابتدا اوزاک به معنای ماه ژانویه هستش. ماه ژانویه. مورد بعدی شوبات ماه فوریه. ماه بعدی مارت به معنای ماه مارس هستش. مورد بعدی نیسان ماه آوریل هستش. مورد بعدی مایس ماه می. مورد بعدی هزیران ماه ژوئن. خب مورد بعدی تموز ماه جولای مورد بعدی آگوستوس به معنای ماه اوت مورد بعدی ماه بعدیمون ایلول یعنی ماه حالا سپتامبر هستش، پس ماه ایلول. مورد بعدی اکیم هستش، ماه اکیم به معنای اکتبر، ماه اکتبر هستش. مورد بعدی کاسم ماه نوامبر هستش. و مورد آخر آراlık ماه دسامبر هستش. خب من یک بار دیگه ماه ها رو از ابتدا تا آخر براتون تلفظ میکنم. اوزاک، شوبات، مارت، نیسان، مایس، هزیران، تموز، آگوستوس، ایلول، اکیم، کاسم، آراlık. خب یه نکته دیگه که یادم رفته، به ماه ها در زبان ترکی میگن آیلار. آی به معنی ماه، لار پسوند جمع بستن هست. آیلار به معنای ماه ها. خب بریم سراغ روزهای هفته. پازار به معنای یک شنبه. پازارتسی دوشنبه. ساlı سه شنبه. چهارشنبه به معنی چهارشنبه. پرشنبه یا پرشنبه، هر دو رو میگن. پنجشنبه. جوما به معنی جمعه. جومارتسی به معنی شنبه. خب روزهای هفته از حالا دوشنبه شروع میشه در ترکیه تا جمعه. شنبه و یک شنبهشون تعطیل هستش در تقویم. خب حالا پس به ترتیب بازم از روی حالا روزهای هفته براتون تلفظ میکنم، دقت کنید. پازار تسی. البته نگاه کن، پازار دو تا معنی داره، هم به معنی یک شنبه هستش در زبان ترکی، هم به معنی بازار. به این نکته هم حتما توجه کنید. ساله چهارشنبه. پرشنبه. جومارتسی به معنای شنبه. خب اینم الان از روزهای هفته در ترکیه استانبولی. خب بریم سراغ فصل ها. موسیم به معنای فصل. موسیملر یعنی فصل ها به زبان ترکی هم بخونیم. خب سون به معنای پاییز هستش. فصل پاییز رو میگن سون بهار. مورد بعدی کش. نگاه کن، آی بی نقطه به صورت ا تلفظ میشه. کش
اسی هم که پایینش دنباله داره به صورت ش تلفظ میشه. کش. کش به معنای زمستان. مورد بعدی بهار، فصل بهار میشه ایلک. ایلک بهار. ایلک بهار به معنای فصل بهار. مورد بعدی یاز. یاز به معنای تابستان. خب حتما اینا رو یاد بگیرید و اینکه حتما از ما حمایت کنید. در ادامه با پست های جدید و جالبی در خدمتتون خواهیم بود. پس حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که هستین.